سلام رفقا، چطورین؟ من عرفانم. همونجور که تو ویدیوی مقدمه با من آشنا شدید که درباره موتور و اینا من ویدیو میذارم و درباره همون حوزه کار میکنم. و بچه‌ها من امروز رفتم یه ترکمند آوردم. این ترکمند رو میخواستم ببندمش روی موتور. اگر ویدیو قبلی رو دیده باشید به جای ترکمند از این دستگیرها بود که به کمک فنر رو زین وصل میشد و الانم بازشون کردم و ترکمند رو بستم. ولی مشکل اونجا بود که شب بود، ابزاری ها بسته بود و من باید پیچ بلندتر میگرفتم تا بتونم اینا رو پیچ کنم به تنه، ولی نبود دیگه، برای همین پیچشون نکردم. الان صبح شده، میخوام برم 2-3 تا چیز بگیرم، سورپرایز میشین و به اضافه همون پیچا. پس بزن بریم تا اینا رو بگیریم با هم و بیایم. خب بچه ها، این پیچش کدوم بود؟ این بود، نیترو میگم پیچ کلیدش. خب اینم از سالار خفته که خوابه. این ترکمنده است بچه ها، ترکمنده است، ولی اگه دقت کنین پیچ نخورده، اینا خالیه و کلن به گوز بنده. ولی خب موتور رو روشن کنیم. بچه ها پیشنهادی که من دارم همیشه حدود یه دقیقه تا 3 دقیقه وایسین تا روغن قشنگ داخل انجین گشت پیدا کنه، همه جا رو داغ کنه، بعد راه بیفتیم باش بریم. چون اگه با موتور سرد راه بیفته کلا برای گیر بوکس خطر داره، یه ذره رو مخ این قضیه. خب بچه ها موتور داغ شد، همونجور که داریم این حالا دارم راه میفتم تو برم به سمت ابزاری ها، یه سری کارهای دیگه. بچه ها داریم میریم به سمت ابزاری. خب بریم جلوتر. بچه ها به سمت مسئله و راه افتادیم به سمت مقصد تا نبنده، چون سری میبنده اونجا که میخوام برم. سورپرایزی ها بچه ها، چیزیه که همتون تقریبا میدونم دنبالش اینا. حالا دیگه میفهمین از کجا بریم. بکوش کردیم مثل این که وسته است بچه های خدا. اجازه بدیم ببینم بچه ها، یه جا دیگه رو پیدا کردم اینا و حالا بعدا میفهمیم کجا. خاموش کنیم بریم داخل. بچه ها سورپرایز ها میخوام بهتون نشون بدم. دقیقا سورپرایز همون اینه. حالا اگه میگین این چیه، اینه از این نوع چسبا. خیلی دنبالش گشتم بچه ها، همین هست دقیقا. اینه که به اینجا چسبیده، دقیقا همینه، دقیقا همون بود بچه ها، همینه که اینجا زده. جوجه کباب بچه ها، یه 10 ثانیه
ها در راه خرید بعدی. بچه ها مکان بعدیمون اینجا میشه تقریبا. خب بچه ها ما گرفتیم، متاسفانه بنده خدا نذاشت داخل فیلم بگیریم و ما هم گفتیم باشه دیگه. گوشی دست گذاشتیم دوربینش اومدیم بیرون. بچه ها هم اینا رو گرفتم، بذارین تا نشونتون بدم. من اینا رو گرفتم، یعنی این که نه، این دوتا بلنده با این یه مهره هم از قبل داشتم. سرجم شد 20 تومن بچه ها، چسبم شد 97 تومن. تقریبا خرجمون تا اینجا شده 120,000 تومن. حالا بریم اینا رو درست کنیم و این بنده خدا هم که الان لبی داره و زینمون هم در میاد و درستش کنیم. یا علی چی بود؟ اینا رو بریم درستش میکنیم بچه ها. یارو یه جوری از بغلم رفت، من نزدیک بودم، قشنگ نزدیک بود برم توی پژو پارسی بغلم له بشم. کم مونده بود به مال بهم دیوس. بچه ها داریم آروم میریم، یه دستم به گوشی و یه دستم هم به موتور. لاستیک جلوش هم تاب داره، راستی لاستیک عقبش هم که تو ویدیوی مقدمه گفتم تابشو گرفتم، رفتم دادم تابشو گرفتونم. حدوداً یه تومن پام در اومد، چون اسپوک نیاز داشت. اسپوکاش هم به گوزبند بود، اصلا لاستیک تکون میخورد. خب بچه ها شلوغ شد. ویدیو رو حساب میکنم اونجا دوباره براتون میذارم. بچه ها همچنان پشت در موندیم تا نگهبان بیاد در رو وا کنه، من ریموت ندارم. به تازه یادم افتادی چیزی یادم. بچه یه دستی تو جیب میکنیم، اینو میکشیم بیرون. اصل کاری دیگه چی میاد بیرون؟ اینم که مال اینه دیگه، اینم مال این و اینم مال این و چند تا چیز دیگه داریم. اینا همش مال این. اوکی، چیزی دیگه این نداریم فکر کنم تو جیبمون. اینا رو هم برمیداریم میذاریمشون اینجا. خب بچه ها گروه موتورسواران دارن میان، رد شدن، معلوم نبودن اصلا. خب بچه ها همجور که میبینین کاپشن در آوردیم. اولین کاری که میکنم میخوام اینو ببینم خیلی بلنده، ببینم اصلا این اوکی میشه رو این، مثل اینکه چیز نمیشه. بعد در بیاریم زینو، بعد تست کنیم روش. اینو میذاریم اینجا، این پیچارا هم میذاریم کجا بذاریم؟ میذاریمشون اینجا. اوکی بچه اصلا نگاه کن دیگه. بیا در یه تقه در من سالار زینا. بچه اینو نکنی ایسیوش هم اینجاست و اینم که چراغ مربوط به خطر رو میگم، چراغ سیما مربوط به خطر رو پمپ بنزین و دیگه میره به جلو. خب حالا ما اینا در میاریمش زیرش گوشه دیوار. خب بچه اینو من تست کنم. خب بچه تا اینجا بیشتر نمیره، حالا مشکلی هم نداره، حالا یه مقدارش بیرون باشه فکر کنم. بچه اینو جعبه ابزار رو بیاریم و جعبه ابزار قشنگ جعبه تیره اما تو میفهمی باشه. خب بچه یه سری ابزارم تو موتوره. T13 میخوام، T13 اینجا بچه اینجا نیست متاسفانه، دوباره باید بریم سر ماشین. خب بچه من آوردمش، آچار T13 اینا میبینی پیداش کردم تو ماشین. یه ذره جا انداختنی سخت بچه، همونجور که میبینی جاش انداختم ولی یه ذره تو اسباب اساسیه‌اش بود گیرن زده، تو این ترکمن کجش کرده و به این پیچ و مهرها اینجا اگه دقت کنی گیر میکنه. نه پیچ و مهرها اینجا که دارم شدم وگرنه الان نگاه کن جا افتاده. این یه سرشه، اینه یه سرشه جا افتاده و حالا مشکل من بردنش پایینه. بچه من از تکونش دادم یه ذره ور رفتم شد. نگاه کن این الان قشنگ
رفته جا، فیتش هم بود پیچه، این نرفته جا. خب بعد ببین چقدر رفت چسبیده به خط، هرچند تکونش میدم نمیشه، نمیدونم چرا. ببین اینجا رو الان شما اوکیه، انگار نمیدونه، احساس میکنم این خرابه، کجی چیزیه. بذار حالا من دوباره امتحان کنم. خب بچه ها جا انداختم زینا، حالا دارم میبندمش. همچین چیزی در من نگاه کن، ترک بنده هستن تو چرا اینجوری در من واقعا نمیدونم. یه ذره تکون بکنش بدم تا شله ببینم میشه یا نمیشه. بچه ما مجبوریم ترک بند رو بکنیم به خاطر اینکه تازه فهمیدم این پایش کج شده و انقدی پایش صاف شده، این خمیده است چون ترک بند صاف شده به سمت داخل و بخوایم درست درازش کنیم اینجوری میاد توی خطر. بچه ها پیچه ترک بند هم میذاریم برای زین. بچه ها این پایش رو ببینید، پایش درست با دقت باید بیفته جا که مال من افتاد بیرون. بچه ها انداختمش جا تا بعد حالا اون دستگیره رو میندازم جا. حالا فعلا پیچه های زین رو صفر کنیم. بچه ها بستمش خوب در من فیت شد قشنگ. حالا دیدین که میخوام چیکار کنم، میخوام برم این چسبه رو همینجوری که اینا رو زده از قبل بزنم. خب بچه این چسبه راه داشته باشه. بچه حقیقتا این چیزی پیدا نکردم، حالا این میره اون زیر مشکل نداره. خب آقا اینجوری میگیریم، اینجوری هم میچسبونیم، اون ورش هم که داره. حالا با یه چیزی ما باید اینو بکنوانیم که با این میخوام بکنوانم، با این چسب از این ور، از این ور میگیم تپ. بچه ها راحت میبره کاری نداره. خب بچه ها اینجا بزنم، اینجا قبلا داشت کنده شد. بچه ها چیز حرفی شد خدایی نگین. نه اینه اینجا جافایی هم زدیم، جکش هم حالا میزنم. بچه ها میخوام این پدال دنده رو بزنم و جک هم بزنیم و جک خودش داره یه ذره کم میزنم، یه دور میزنم که تمیز در بیاد. جک دو پا هم زده بچه ها، ساب قبلی ها جک دو پاش هم زده تازه. من بد در آوردم، خدا وکیلی بد در آوردم. اینجا نتیجه کار، اینجا این بر همه چی تکمیله یا نه؟ این قسمت رو در کلاج بزنم بیزارم، نه؟ آره بذار بزنم. بچه ها ببین من اینجاش کنش میخوام بزنم. خب بچه شما میخوام مثل خودش تمیز در بیاد. یک کاتری چاقوی چیزی نداره وگرنه از خودش تمیز در مشکل نداره. خب نه اینجا بچه ها که یه سمت بالاش میچسبونیم، بعد با یه کاتر قشنگ از اینجا واچ بزنیم اینجوری. سپاهانش هم که داره ببینم به غیر از کاتر میتونم من اینو درست کنم یا نه. بچه ها چون میترسم رو انجینش خشم بیفته، ولی چرا اینکه میشه با همین با ناخون هم میشه انگار. ببینید با ناخون یه ذره تراش کنیم اینجا را از هم جدا شو کنیم.
تنبیه‌هاشون کنیم طرف مونده. پایین این طرف بچه ها بچه ها رفتیم اینو پر کردیم. متاسفانه اینجا شیلنگ بلنگ آنتن نمیده. خب یه آبی بهش بزنیم تمیزانتش کنیم و یه رخ نهایی برای شما بگیریم. ازگزوزا بچه انژکتوره که دیگه میدونی نباید به خود انژکتور آب بگیریم و بچه آبمون تموم شد بریم پرش کنیم و بیایم. در حال رفتن به سوی پر کردن. سلام علیکم. پرش کنیم. شاید اینجا یه ذره رو کمک ها اینا دیگه باکش یه ذره بزنیم بنزین رو بریم تا ما بسیلن نمیشیم که این هم بزنیم رو این موتور اینجا بریم برای رخ نهایی. بچه ها این هم از رخ نهاییش بد نشد. راستی بچه ها من اینجا رو هم زدم نمیدونستم اینجا هم خوره. اینجا رو هم یه ذره گشتم پیدا کردم رو سر هندل زدم و واشرش. این هم از سالار هوندا 125. بچه ها این بود از ویدیوی ما. حالا دارم میرم بسته کمربندی بگیرم. چیز خاصی نیست دیگه. میخوام اینجاشو ببندم و اینا دیگه. زیاد سرتون رو درد نیارم. زیاد از حدم ویدیو طولانی شده مزاحمتون شدم. دوستتون دارم. این بود ویدیو که امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی هم بدرود.